با بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان سلام. من رابط پروفسور باز با شما در برنامه تلویزیونی با هم میابیم. امروز نیز من برای اشتراکیان برنامه یک چند سوال و سفارش های جالب و شوق‌آور آماده نمودم. در برنامه امروزه ما دو نفر خواننده فعال صنف سیوم از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه ورزاب همصنفان تخمینه بابایوه و صلحیه رمضانزاده اشتراک میکنند. تخمینه بیشتر فنهای طبیعت شناسی و متماتیک را دوست می‌دارد. در آینده می‌خواهد که آموزگار شود. صلحیه باشد فنهای زبان روسی و زبان مادری را دوست می‌دارد. او نیز در آینده می‌خواهد آموزگار شود. به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. شما بار برنامه با هم می‌بیم را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کردید؟ بله. فکر میکنم که شما الکی از شرط‌های این برنامه آگاهی دارید. بله. چگونه هستند؟ در شرط اول سوال‌ها به ما با واریانت پیشنهاد می شود و در شرط دوم دلیل‌های درست و نادرست. در شرط سوم برای ما سفارش داده می شود. خوب، از اینجا برمیاد که هر دوی شما از شرط‌های برنامه با هم می‌بیم آگاه هستید. آماده اید که با سوال جواب آغاز کنیم؟ بله. شما از سوال و سفارش های رابط پروفسور هراس ندارید؟ نه. خب اگر چنین باشد بیاید آغاز میکنیم. حالا در شرط اول برنامه من سوال ها را باوریم برای شما پیشنهاد میکنم. با دقت باشید. سوال یکم را میخوانم. پرنده از همه خردترین چی نام دارد؟ پرنده از همه خردترین چی نام دارد؟ وریانت A کالیبری، وریانت B پارولا، وریانت V تیوون. به فکر ما این وریانت A یعنی کالیبری می باشد. یعنی به اندیشه شما از همه پرنده خردترین در جهان کالیبری نام دارد؟ بله. از کجا میدونید؟ ما این را در تلویزیون دیده بودیم. یعنی به اندیشه شما پرنده از همه خردترین کالیبری است؟ بله. عوض نمیکنید پاسخ خود را؟ نه. چون که تیوون و پارولا نیز خیلی پرنده های خرد هستند. شاید آنها باشند؟ نه. با چند خال واگذاری میکنید پاسخ خود را؟ با 10 خال. یعنی باوری دارید؟ بله. اگر نادرست باشد چی؟ ما رو افتاده نمیشویم. خب اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. پرنده خردترین سیاره اما کالیبری نام دارد که همگی 5 سانتی متر است. آن را بعضا پشه پرنده نیز نام میبرند، زیرا غیر از آن که خردجوش است اینچنین قناتهایش خیلی تیز حرکت میکنند و مثل پشه صدا میبرارد. وی در یک ثانیه 80 مرتبه پر میزند. این پرنده اساساً در امریکای جنوبی و جزیره کوبا زندگی میکند. قناتهای کالیبری خیلی زیبا و مثل سنگ‌های قیمت‌بها جلو می‌دهند. دقت هر یک نفر را آن به خود جلب می‌سازد. آفرین به شما، پاسخ داده شما کاملا درست است. خوب، همکنون شما صاحب 10 خال هستید چون که به سوال اول پاسخ درست گردانیدید. میگذاریم به سوال دوم در شرط اول برنامه. بلندترین شرشره جهان کدام است؟ بلندترین شرشره جهان کدام است؟ وریانت A آنخل، وریانت B توگیلا، وریانت V براون. خوب مشورت میکنیم. رابط پروفسور بار دیگر واریانت ها را تکرار میکردید. با دقت باشید. سوال چنین بود: بلندترین شرشره جهان کدام است؟ بلندترین شرشره جهان کدام است؟ وریانت A آنخل، وریانت B توگیلا و وریانت V براون. خوب مشورت میکنیم بار دیگر.
وریانتی آ شرشره انخل می باشد. تخمینه شما به اندیشه صلحی عروضی هستید؟ بله. یعنی به اندیشه شما نیز از همه شرشره بلند در جهان انخل است؟ بله. باوری دارید؟ بله. خوب چند خل واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ بده. باز هم بده خود؟ بله. اگر چنین است من وقت رو به روزانه میکشم. بیایید توجه میکنیم به شرح این سوال. انخل با بلندی 979 متر بلندترین شرشره سیاره ماست. آن در جنگل های تروپیکی ونزوئلا در حدود باغ ملی کنایما جای دارد. بار اول انخل را سال 1912 سیاه ونزوئلاگی ارنستو سانچز کشف کرد، اما این کشف را در جای ثبت نکرد. بعد 21 سال خلبین امریکایی جیمز انخل هنگام پرواز در هواپیمای خرد خود تصادفاً شرشره را پیدا کرده با نام خود یعنی انخل گذاشت. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین به شما. حالا شما صاحب 20 خال می باشید. اگر آماده باشید میگذاریم به سوال سیوم. در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خب سوال سیوم را پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. از همه دولت خردترین در دنیا چی نام دارد؟ از همه دولت خردترین در دنیا چی نام دارد؟ وریانت ا موناکو، وریانت ب واتیکان، وریانت و ناورو. مشورت میکنیم. ربات پروفسور، ما به خلاصه آمدیم که جواب درست این وریانت ب می باشد. یعنی به اندیشه شما از همه دولت خردترین واتیکان است؟ بله. شاید موناکو باشد؟ نه. ناورو چی؟ نه. شما با باوری میگویید یا تخمین میکنید؟ با باوری میگوییم. از کجا میدونید که از همه دولت خردترین واتیکان است؟ شاید این نادرست باشد. ما این را در درس های قبلا گذاشته بودیم. یعنی علاقه شما در صنف سیوم به این سوال واخورده بودید؟ باز من فکر کردم که شما فن گئوگرافیا رو نمیخونید. شاید حالا در این سوال مشکلی میکشید. خیلی خوشحال بودم. یعنی به اندیشه شما واتیکان است دولت خردترین در جهان؟ بله. باور دارید؟ بله. و چند خل واگذاری میکنید؟ 10. باز هم به 10 خل. بله. اگر چنین است بیاید باز هم توجه میکنیم به شرح این سوال. در دنیا از همه دولت خردترین این کشوری واتیکان می باشد که مساحتش 0.44 کیلومتر کوادراتی بوده در اروپا جایگیر است. درازی کشور 1 کیلومتر و برش 700 متر می باشد. اهالی این کشور از همه خردترین نه زیاده از 1000 نفر می باشند و اساس آن را روحانیان یعنی دینداران تشکیل می کنند. این کشور مرکز کاتولیکان دنیا بوده. در آن راهبر دینی کاتولیکان دنیا مکان گرفته است. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین. تخمینه و صلحیه. حالا شما صاحب 3 خال می باشید و باور دارم که اگر چنین زیرکی و چالاکی را از دست ندهید می توانید که تا انجام برنامه و اجرای همه شرط ها صاحب خال های خوب گردید. سوال آخران را برای شرط اول پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. میکروسکوپ را کی اختراع کرده است؟ میکروسکوپ را کی اختراع کرده است؟ وریانت ا ایساک نیوتن، وریانت ب دیمیتری مندلیو و نهایت وریانت و آنتون وان لیونگوک. مشورت میکنیم. ربات پروفسور، به اندیشه ما جواب درست این وریانت و می باشد یعنی آنتون و لیونگوک. شاید ایساک نیوتن باشد؟ نه. صلحیه؟ شما چی میگوید؟ به اندیشه شما نیز اختراعکار میکروسکوپ
انتون وان لوینگوک است؟ ما تخمین میکنیم که پاسخ درست همین هست. باوری دارید؟ بله. بعد چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10. باز هم به 10. بله. نادرست باشه چی؟ ما رو 70 نمیشوه. اگر چنین است باز هم به توجه میکنیم به شرح این سوال و معلومات بیشتر میگیریم که آیا این درست است یا نادرست. میکروسکوپ اسبابی پربین شکل است که عکس اشیا را صدها و حتی هزارها مراتب کلان نشان میدهد. کشف و تکمیل اولین میکروسکوپ در عصر 17 به وقوع آمده است. اختراعکار میکروسکوپی که اشیا را تقریبا 270 مراتب کلان نشان میدهد عالم گلندی انتون وان لوینگوک بود. انتون وان لوینگوک میکروسکوپ عادی را با یک لنز ساخته است تا خون، حشرات و دیگر اشیاهای ناچیز را تفتیش کند. وی اولین شخصی است که باکتریاها را توصیف کرده است. باز هم من به شما حسن و آفرین میگم پاسخ درست است. من به شما حسن و آفرین میگویم که شما توانستید که به همه سوالها در شرط اول برنامه پاسخهای درست گردانید. خب برای شما معلوم است الکی فکر میکنم که در شرط دوم برنامه ما دلیل ها رو پیشنهاد میکنیم و شما درست یا نادرست بودن آنها رو برای ما گفته میدهید. البته فکر میکنم که در برابر شما بینندگانی که این حال تلویزیون بهارستان را تماشا دارند در قطار شما کوشش میکنند که درست و یا نادرست بودن دلیل ها را پیدا نمایند. اگر آماده باشید بیاید میگذاریم بر شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. دلیل اول را پیشنهاد میکنم. در جمهوری تاجیکستان 552 دریا موجود است. در جمهوری تاجیکستان 552 دریا موجود است. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ ربات پروفسور به اندیشه ما این دلیل درست است. یعنی با فکر شما در جمهوری تاجیکستان 552 دریا موجود است؟ بله. خب صلحیه شما چی فکر دارید؟ به اندیشه شما در جمهوری تاجیکستان چند دریا موجود است؟ آیا این درست است که در جمهوری تاجیکستان 552 دریا موجود است؟ ما تخمین میکنیم که این درست است. خلاصه عمومی شما؟ و فکر ما همین دلیل درست است. بعد چند خال باگذاری میکنید چون آنقدر باوری ندارید به فکرم؟ به 10. باز هم به 10. بله. اگر نادرست باشد چی؟ ما رو 70 نمیشه. اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. دریاهای تاجیکستان منبع اساسی پرشوی بحر ارل به شمار می رود. آب دریاها بخش خود را به کشورهای در پایانتر جایگیر شده می رسانند و پختکاری و گیدروانرژی را به آنها نمی توان تصور کرد. 5. وخش، سیردریا، زرافشان، کافرنیهان و برتنگ کلانترین دریاهای تاجیکستان می باشد. حساب دریاهای تاجیکستان به 947 عدد می رسد که درازی هر یک کدام بیش از 10 کیلومتر و درازی عمومی آنها 28500 کیلومتر است. این دلیل نادرست است. متاسفانه پاسخ نوبتی شما نادرست بود. تخمینه و صلحیه شما رو افتادن استید؟ نه. خب اگر چین است باور دارم که به سوالهای من بعد پاسخهای درست میگردونید. اکنون بگذاریم به دلیل دیوم با دقت باشید. جگر انسان شکل لوبیا رو دارد. جگر انسان شکل لوبیا رو دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟ ربات پروفسور به اندیشه ما این دلیل درست می باشد. صلحیه شما چه اندیشه دارید؟ با فکر شما این دلیل درست است؟ چون که تخمینم بگوید که درست است.
به فکر من نادرست است. خوب، یکی از شما میگوید که درست است، دیگری میگوید که درست نیست. باری دیگر مشورت کنید. خلاصه شما. به اندیشه ما این دلیل نادرست است. پس اگر جگر انسان شکل لوبیا را نداشته باشد، کدام عضو انسان شکل لوبیا را دارد؟ به اندیشه ما جگر نه بلکه گرده شکل لوبیا را دارد. یعنی شما نیز به اندیشه صلحیه گذشتید؟ بله. خلاصه شما. قبول کنیم این پاسخ را؟ بله. یعنی این دلیل نادرست است که جگر انسان شکل لوبیا را دارد؟ بله. بعد چند خال بگذاری میکنید؟ 10. باز هم به 10. بله. اگر چون است بیاید باز هم توجه میکنیم بر شرح این سوال. این دلیل نادرست است. گرده یکی از مهمترین عضو بدن انسان به شمار می رود. گرده شکل لوبیا را داشته به بافته روغنی فرا گرفته شده است. گرده را از بیرون غلافه هموار احاطه کرده است. درازیش 10-12 سانتی متر، پهناییش 5-6 سانتی متر و قفسیش 3-4 سانتی متر. وزن آن باشد 120-200 گرم می باشد. گرده عضو جفت می باشد و در کمر انسان در دو طرف ستون مهره قرار گرفته است. در هر یک گرده قریب میلیون نفرون وجود دارد که خون را به طور کامل پاکسازی می کند. از این رو گرده یکی از عضوهای حیاتی انسان به شمار می رود. در اصل نه اینکه جگر انسان بلکه گرده شکل لوبیا را دارد. باز هم من به شما حسن و آفرین میگم پاسخ درست است. تخمینه و صلحیه. حالا شما صاحب 50 خال می باشید. اکنون میگذاریم بعد دلیل سیوم در شرط دوم برنامه با هم یابیم. با دقت باشید. 7 می روزی رادیو می باشد. 7 می روزی رادیو می باشد. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ به فکر ما این دلیل درست است. یعنی 7 می روزی رادیو می باشد. یعنی که این دلیل درست است؟ بله. صلحیه شما چه اندیشه دارید؟ من به فکر دوگانم راضی هستم. با چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ 10. یه توجه میکنیم به شرح این سوال. این دلیل درست می باشد. 7 می روزی رادیو است. آن را همه خلقهای سابق اتحادیه شوروی چون جشن عنعنوی قید می کنند. جشنگیری روز رادیو به نام عالم و فیزیک برجسته روس الکساندر استپانوویچ پاپوف علاقه‌مند است. محض با تشبث این عالم زبردست سال 1895 رادیو اختراع شده است. هنوز 129 سال مقدم 7 می سال 1895 الکساندر استپانوویچ پاپوف در مجلس جمعیتی فیزیک و شیمیای روس درباره نخستین رادیوی اختراع کرده خود معلومات داد. پاسخ کاملا درست است. آفرین به شما. تخمینه و صلحیه. حالا آخرین دلیل برای شرط دوم برنامه باقی مانده است. با دقت باشید. بلندترین بنا با نام برج خلیفه از 163 آشیانه عبارت است. بلندترین بنا با نام برج خلیفه از 163 آشیانه عبارت است. این دلیل درست است یا نادرست؟
خلاصه شما؟ به فکر ما این دلیل درست است. یعنی به اندیشه شما بلندترین بنا برج خلیفه است و 163 آشیانه دارد؟ بله. شما میدونید که این بنا در کجا جایگیر است؟ به فکر ما این در شهر دوبای جایگیر است. تخمینه شما چه اندیشه دارید؟ به فکر من این بنا در شهر دوبای جایگیر است. شما باوری دارید؟ بله. شاید نادرست باشد. شاید از این هم بلندتر بنای موجود باشد که 200 آشیانه داشته باشد. ما به پاسخ خود استواره. با چند خود واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ ده. اگر چنین است به توجه میکنیم باز هم به شرح این سوال. این دلیل درست است. بنا با نام برج خلیفه که از 163 آشیانه عبارت است با بلندی 828 متر در جهان بلندترین بنا به شمار می رود. انشاءات مذکور در شهر دوبای جایگیر است. بنای مذکور 4 ینوری سال 2010 گشوده شده است. این بنا هم روزانه و هم شبانه زیبایی به خود خاص دارد. همه روزه صدها نفر سیاحان و مهمانان از گوشه های گوناگون جهان به امارات متحده عرب مخصوصا شهر دوبای برای دیدن این بنای بلندترین می آیند. پاسخ این دلیل نیز کاملا درست است. آفرین به شما. تخمینه و صلحیه. شما در 2 شرط اول برنامه با هم می‌یابیم. در عموم صاحب 70 خال شدید و فکر میکنم که این شماره خوب است. اگر چنین زیرک و هوشیار باشید در شرط آخران که حالا باقی مانده است شرط سیوم باور دارم که باز هم شماره خالهای خود را خوب میگردانید. اگر شما آماده باشید میگذاریم به شرط سیوم برنامه تلویزیونی با هم می‌یابیم. در شرط سیوم برنامه ما برای شما 2 سفارش پیشنهاد میکنیم. در سفارش اول برای شما ما 10 کلمه را پیشنهاد میکنیم که حرفهای آنها آمیخته می باشند. شما هر یک حرف را در جای خود گذاشته کلمه می سازید و برای هر یک کلمه 1 خال می گیرید. اگر همه کلمه ها را درست جابجا کنید صاحب 10 خال می شوید. شرط برای شما فهم است؟ بله. البته سفارش دویم رو بعدتر من برای شما میفهمونم. حالا بیایید اجرا میکنیم سفارش اول رو در شرط سیوم برنامه. باید بگویم که شما 1 دقیقه وقت دارید و در این 1 دقیقه باید همه کلمه ها رو جا و جا نمایید. خوب آغاز میکنیم. مادر، موسیقی، بله. جمهوری، بله. طبیعت، درخت، دهقان، دوزنده، بله. دوچرخه، بله. دوچرخه. تابستان، تابستان. معلم. 1 حرف دیگر باقی نماند. خوبتر فکر کنید. معلم نیست. 1 حرفش باقی نماند. 2 تا حرف ا دارد. معلمه. بله معلمه. وقتی شما به انجام رسید من به هر دوی شما احسن و آفرین میگویم که توانستید در مدت 1 دقیقه همه حرف ها را جا بجا گذاشته کلمه ها را پر سازید که آنها چنین کلمه ها بودند: 1 مادر، 2 موسیقی، 3 جمهوری، 4 طبیعت، 5 درخت، 6 دهقان، 7 دوزنده، 8 دوچرخه، 9 تابستان و 10 معلمه. اکنون شما باز صاحب 10 خال دیگر شدید. آفرین. حالا
سپارش آخران البته که در شرط سیوم برنامه باقی مانده است. آن هم باشد فکر میکنم که از همه سپارش دوست داشته اشتراکچیان برنامه ما می باشد. این هم باشد یافتن فرقت ها از رسم می باشد. در این سپارش ما برای شما یک رسم را پیشنهاد میکنیم که در دو قسمت جایگیر است. انیخترش در دو رسمی که پیشنهاد می شود فرقت ها موجود است و شما این فرقت ها را یافته صاحب خال می گردید. در رسمی که عین حال به شما پیشنهاد می شود 5 فرقیت وجود دارد. برای هر یک فرقیت شما 2 خالی می گیرید. یعنی در صورت آنه که شما فرقیت ها را یافتید صاحب 2 خالی می گردید. برای هر یک فرقیت فهم است؟ بله. در این سپارش نیز شما 1 دقیقه وقت دارید. خوب، با اشاره من آغاز میکنیم. در رسم اول موش نیست و در رسم دوم موش است. بله. در رسم دوم اون گاو دومش را در پیش اشکمش مانده و یش بالا. بله. در رسم یکم گاو علفی بسیار میخورد. در رسم یکم علفی کم. در رسم یکم اشکم گاو سفید. در رسم دوم نه. در رسم یکم چشمان گاو بستند و در رسم دوم شده. من به شما احسان و آفرین میگویم که 5 فرقتی که در این رسم وجود داشت انیقترش 5 فرقت اساسی توانستید که همه آنها را پیدا نمایید. اکنون ما وعده خود را اجرا میکنیم و در عموم باز 10 خال دیگر به خالهای شما اضافه کرده می شود. آفرین به شما. البته فرقت هایی که در این رسم موجود بود این دومی گاو، چشمانی گاو، علف در دهان گاو موجود بوده، سفیدی زیر شکم گاو، اینچنین موشکی که در روی علف ها بازی دارد. تخمینه و صلحیه. اینجا همه شرط های برنامه با هم میابیم به انجام رسیدند و من شماره عمومی خالهای شما را حساب کردم که آنها رسیدند به 90 خال. بار دیگر من به شما احسان و آفرین میگویم. تشکر. خب از برنامه امروزه چی به شما پسند آمد؟ به من همه سوال ها پسند آمد. کدام سوال دشوارتر بود؟ همان سوالی که ما نتوانستیم جوابش را بگوییم. به اندیشه شما فکر میکنم که از اینجا رفته حتما باز درباره آن سوال هایی که دشوارتر بودن جستجو میکنید. بله. به همسالان خود چی توصیه میدهید شما تخمینه؟ من به همسالانم توصیه میدهم که بیشتر کتاب خوانده آمده به برنامه با هم میابیم اشتراک کنند. خب اینجا باز میخواستیم که اندیشه های صلحیه رو شنویم. به اندیشه شما کدام شرط برنامه جالبتر بود؟ برای ما سپارش کلمه یابه خیلی پسند بود. شما به همسالانتان چی توصیه میدهید؟ من به همسالانم توصیه میدهم که باز کتابخانه بیایم با برنامه با هم میابیم اشتراک کنم. من نیز به هر دوی شما احسان و آفرین میگویم که تلاش کردید. نوبسته از آنی که هنوز صنف سیوم میخونید ترس و هراس نداشته استوارانه آمده در برنامه با هم میابیم اشتراک کردید. من مینتداری خود را به شما، به والدین شما و به آموزگاران شما میرسانم. باری دیگر به تلویزیون بهارستان خوش آمدید. تشکر. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان یادرس میشویم که در برنامه امروزه ما 2 نفر خواننده فعال صنف سیوم از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه ورزاب همصنفان تخمینه بابایوا و صلحیه رمضانزاده اشتراک نمودند که آنها توانستند در عموم صاحب 90 خال شوند.
بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، اینجا برنامه نوبتی با هم می‌یابیم انجام می‌یابد. من رابرت پروفسور باز می‌روم به جستجوی سوال‌های نو. البته در برنامه‌های آینده شما سوال‌های جالب و شوق‌آور و سفارش‌های حیرت‌آور را از ما انتظار باشید. خیر، تا برنامه‌های آینده همیشه با تلویزیون بهارستان بمانید، زیرا بهارستان شبکه عائلوی است. خیر، سلامت باشید.